سلام به دوستای گلم، خیلی خوش اومدین به یه انرژی خانی دیگه با فال تاروت. و برای کسایی که تازه به جمع ما پیوستین خیلی خوش اومد میگم، خیلی خوش اومدین. امشب میخوایم با هم یه انرژی خانی با فال تاروت داشته باشیم و ببینیم که در ماهایی که میاد، روزهای پیش روی ما چه اتفاقاتی برای ما کنار گذاشته شدش که باید بدونیم و بشنویم. با نام خدا میرم این انرژی خانی رو شروع میکنم و امیدوارم که مورد پسند شما عزیزانم قرار بگیره. واو، شروع داستان چه چیزای خوشگلی اومد. کائنات چه نقشه‌های خوشگلی برامون دارن. اول بسم الله، King of Pentacles, Queen of Cups. واو. اینا رو من میگیرم چون خیلی خوشگلن و ببینیم که چی میخواد پیش بیاد. خب بذار بریم بخونیم ببینیم چه خبره، چی میخواد به ما بگه که باعث هرچی من کارتای دیگه رو میکشم براتون. اینجا اول به ما نشون میده که شما شخصی هستین که پر از احساسین و خیلی در عاطفه زیادی دارین. یه خانمی هستین که حالا میتونه انرژی ها برگرده، خانمی هستین که کوین آف کاپسین، خانمی هستین که پر از احساسین، پر از و احساسات شما کنترل شده. اینجوری نیستش که برای هر کسی بریزه بپاش کنین اون عشقتون و اون لاوتون. و اینکه من شخصی رو میبینم که کینگ آف پنتکلزه، کسی هستش که در بالاترین مقام ثروت و دارایی و بزرگی و مقام قرار داره و یعنی همه چی داره دیگه، در کل همه چی از نظر مادی متریالی این کینگ ما داره. چیزی نیست که مثلا براش سخت باشه، این هر چی بخواد داره چون کینگ آف پنتکلزه و پر از ثروت و چیزای مادی که یعنی از نظر مقام خیلی بالاست، تجربه زندگی خیلی بالاست، از نظر سمت اجتماعی خیلی بالاست و اینکه و من میبینم که اینجا نشون میده که شما با اینکه خیلی زندگیتون کامله، خیلی چیزا رو دارین تو زندگیتون، ولی دارین اینا رو رها میکنین و دارین سمت سوی دیگه ای داره میرین. و اینجا اینکه نشون میده خانمی که ناین آف پنتکلزه، خانمی که تو زندگیش به همه چی رسیده، به هر چی میخواسته تا الان رسیده، فقط یه کوچیک یک ذره مونده که به اون نهایت چیزایی که تو قلبش میخواد برسه. حالا بریم چیز کنیم، ببینیم بیشتر کارت بکشیم ببینیم که اینا چیه، چرا اینا اومده برای ما. از اینجا که میبینین کوین آف وانز، کوین آف وانز خانمی هستش، حالا میتونه یه آقایی باشه، خانمی هستش که به تمام احساساتش، از نظر احساسی، از نظر عاطفی، از نظر شور اشتیاق، از نظر زندگی به یک مرحله رسیده که هر چی میخواد داره. این شخص با تلاش خودش البته داره اینا رو.
و اینکه شما کوین آف کوین آف وانز شخصی هستش که زندگیش بالانس شده، یعنی اینجوری نیستش که زندگیش مثلا چیزایی باشه که بالانس نشده باشه، یعنی بین کارش، بین خانواده‌اش، بین عشقش، بین هر چیز دوستاش، هر زندگیش بالانس شده. یعنی اینجوری نیستش که فقط فکر دوستاش باشه زندگیشو ول کنه، فکر عشقش باشه خانواده‌اشو ول کنه، فکر کارش باشه زندگی خودشو ول کنه، یعنی یا بچه‌هاشو ول کنه. در کل زندگیش بالانس شده. و اینکه شما از این شاید ناراحتین که دارین ول میکنین میرین. کسایی هستن که دارن اون افکار شما رو میدزدن، دارن اون ایده های شما رو میدزدن، دارن اون کسایی هستن که شما از این ناراحتین، کسایی هستن که دارن برای شما یه جورایی میزنن برای شما. این کسایی هستن که دارن توی محل کار یا تو زندگیتون شخصی حالا هرچیه دارن شما رو یه جورایی از نظر فکری آزارتون میدن، این شخص ها، افراد. و من میبینم کسایی هستن که تو زندگیتون که دارن اون افکار، اون فکر، اون کاری که شما میخواید در مورد زندگی یا کارتون داشته باشین، اونا دارن یه جورایی از شما میدوزن. اون ایده هایی که شما میخواین مثلا برای کارتون، برای زندگیتون داشته باشین، اونا دارن یه جورایی رأیتون رو میزنن شاید. و برای همین من اینجا دلشکستن میبینم. چیزی هستش که شما رو مایوس میکنه، شما ناراحتین از این بابت. خب من برم ببینم دیگه چه چیزی داره میافته برای شما. اینجا چرا چیز اومده؟ Three of Swords اومده. چرا؟ برای چی؟ اینو برای من کلیر کن. اوکی. من میبینم که Three of Swords یعنی شکستن، ناراحتی، غم اینجا افتاده. اینجوری نیست که مثلا خدای نکرده مثلا چیز سنگینی باشه. تو فکرتون شما ناراحتین و به شما تو ذهنتون، تو فکرتون ناراحتین، غمگینین و این به خاطر این هستش که من میبینم که شما دارین یه چیزایی از دست دادین. به خاطر اینه یه چیزایی رو من میبینم که شما از دست دادین. حالا ممکنه کارتون از دست دادین، ممکنه یه چیزایی رو شما از دست دادین و احساس میکنین که میتونه از نظر مالی باشه. Five of Pentacles، شما از نظر مالی چیز رو از دست دادین و خیلی غمگینین، به خاطر این شما ناراحت هستین. ولی من میبینم که شما دارین تلاش زیادی میکنین، به خاطر این دارین خیلی تلاش میکنین به اون چیزی که شما دوست دارین بهش برسین. نظر مالی خیلی دارین تلاش میکنین و من میبینم که بذاریم ببینم چی پیش میاد دوباره. اوکی. اینجا نایت آف کاپس نشون میده. کسی داره سمت شما میاد که میخواد یه عشقی رو به شما پیشنهاد بده، حالا تقدیم میکنه به شما، پیشنهاد نه، تقدیم میکنه به شما. شما دارین سخت کار میکنین که اون چیزی که میخواین به دست برین و من میبینم که کسی داره سمت شما میاد که یه عشقی رو به شما تقدیم میکنه. حالا شاید این در مورد هم کار، هم پول، ثروت، هم در مورد عشقی که شما منتظرشین داره میاد سمت شما.
این حتما میخواست بیاد بیرون. من میبینم که اینجا شما میخواین یه مقدار با اینکه این کاپس داره میاد سمت شما، من میبینم که شما میخواین یه مقدار آرامش داشته باشین، یه مقدار ریلکس باشین و ریلکس کنین یه مقدار که این کاپس داره میاد سمت شما، ولی شما میخواین یه مقدار در آرامش باشین و یه مقدار ریلکس کنین، یه مقدار تنها باشین که میخوایم ببینیم چی کار میخوایم بکنین که این از این سردرگمی، از این غمی که اینجا براتون پیش اومده بوده، حالا ممکن بوده برای کار باشه که اینجا دیدیم مادر سخت کار میکنه، ولی تو این فاصله کسی هم داره میاد که به شما یه عشقی رو تقدیم میکنه و شما میخواین یه مقدار از هیاهوی زندگی یه مقدار میخواین آروم باشین، مقدار آرامش داشته باشین، میخواین یه مقدار با خودتون ریلکس کنین، یه مقدار میخواین یه مقدار توی چیزی باشین که آرومتون کنه. It's too much. خب ببینیم چی میخواد به ما که این من اینا رو هم میگیرم. واو، من میبینم که شما بین دو تا انتخاب موندین، تو فکرتون بین دو تا انتخاب موندین. حالا ممکنه انتخاب کاریتون باشه، ممکنه انتخاب عشق باشه، کسی داره سمت شما میاد، بین دو تا انتخاب موندین و دارین فکر میکنین که چی کار کنم، من کدوم رو انتخاب کنم برم. و من میبینم که یک دفعه شما یه چیزی پیش میاد تو ذهنتون، یه ندایی به شما میده که این کار بکن، برو دنبال این چیز. تو فکرتون یک دفعه یه چیزی جرقه میخوره و اینکه من میبینم که شما طوری پیش میاد داستان طوری پیش میره که شما یه جشنی رو میگیرین. از این که گفتم کسی داره میاد سمت شما داره سخت کار میکنین، ولی باز ببخشید بین دو تا انتخاب میمونین، ولی یه اتفاق پیش میاد که شما رو خوشحال میکنه، میتونم بگم شما رو خوشحال میکنه که شما for of ones ببخشید که شما رو خوشحال میکنه و شما رو لااقل این از این ناراحتی هایی که داشتین اینا شما رو خوشحال میکنه و نه تنها شما خوشحال میشه بلکه اطرافیانم با شما داره جشن میگیرن اینا. حالا جشن خیلی بزرگی نیست ولی چه اتفاقی میفته پیش میاد که شما رو خوشحال میکنه. حالا بریم ببینیم که باز چه اتفاقی میخواد بیفته که شما رو خوشحال میکنه و اینو کلیر کنیم براتون. بذاریم اینجا. واو، اینجا من شما رو احساس میکنم شما یا کسی که داره سمت شما میاد که کسی هستین که خیلی آپشن دارین، آپشن های زیادی دارین. البته همه این آپشن ها درست نیست، بعضیاشون شما خودتون فکر میکنین که یا اون شخص فکر میکنه که خیلی دیگه تاپه، خیلی دیگه بالاست و همه چی تمومه و خیلی دیگه آپشن داره. شاید تو فکرشه مثلا، ولی بعضی همین آپشناش اصلا به درد بخور نیستن، ولی اون شخص فکر میکنه که یا شما یا اون شخص فکر میکنه که دیگه همه دنیا اینو میخوان و این مونده که کی رو انتخاب کنه برای این داستان عشقش. خب ولی یکی رو انتخاب میکنه که شما باشین یا اون باشه و شما عشقتون رو به اون شخص هدیه میدین و اینجا من میبینم که خیلی دیگه شما از نظر عشقی، از نظر خوشحال بودن خیلی خوشحالین، از نظر عاطفی خیلی خوشحالین
حالا دنیا داره شما رو خیلی خوشحال میکنه، یکی رو انتخاب میکنه بین این چند تا آپشن هایی که دارین، یکی رو انتخاب میکنین و خیلی خوشحالش میکنین یا خوشحالتون میکنه. بذاریم چه خبره. واو، این اتفاقی که داره بر شما پیش میاد خیلی نزدیکه، یعنی با سرعت داره میاد و البته این شخصی بوده که نمیتونسته تصمیم بگیره، خیلی طول داده برای تصمیمش که بیاد سمت شما و شما رو این پیشنهاد عشقی رو به شما بده، خیلی طول داده بوده و این خیلی با سرعت داره میاد. شخصی بوده که خیلی طولش داده بوده، زمان زیادی گرفته بوده برای اینکه به سمت شما بیاد، ولی من میبینم که این شخص داره سمت شما میاد و عشقشو به شما ثابت میکنه. داره کسی هستش که داره میاد سمت شما، کائنات دارن اینو میفرستن، کائنات دارن اینو میفرستن سمت شما که عشقشو به شما ثابت کنه، که اینجا میبینیم که اومده و بگیرم که واو. خب اینجا من میبینم که شما میبینین یونیورس، اینجا یونیورس یا کائنات دارن، میبینین کائنات اینجا هستن و دارن اون شخص رو برای شما میارن که عشقشو به شما هدیه بده و اینکه این از طرف کائناته. ببینید کائنات هم بالای سر شما هستن. این نتیجه این کائنات در این عشق و این بیشتر اینجا داره عشق رو نشون میده و کسی از سمت شما میاد که این شخص آدم حسابیه، از نظر مالی خیلی استیبله، یعنی وضع مالیش خیلی خوبه و اینکه شما شخصی هستین که خیلی کسی هستین که از نظر احساسی، از نظر عاطفی، از نظر ایموشنالی احساسات شما بالانس شده. شما شخصی نیستین که مثلا عشقتون رو به هر کسی بدین و هر کسی به شما آفر بده شما قبول کنین. در کل آخر داستان از اینکه میبینین اینجا کائنات، همه اینا زیر تصمیم کائنات بوده که بیشتر اینجا که ما کارت خوندیم بیشترش داره به شما نشون میده که یه شخصی داره سمت شما میاد که شمایی که سمت شمایی که زندگی خیلی سختی داشتین و مقدار مشکلات شخصی عاطفی داشتین، حالا مشکلات مالی داشتین. دیدین که اینجا توی ما اینجا دیدیم که شخص از نظر مالی کم داشت و خیلی غمگین بود و کار خیلی سخت و زیادی انجام داد و اینجا اگه می به خاطر این همین تونست کاری بکنه که زندگیشو بسازه خودش و خوشحالی بیاره برای خودش. و اینکه در نهایت میبینین پیج آف کاپس، پیج آف کاپس، اینجا کینگ آف کاپس داره میاد سمت شما، ولی شما باز یه حالتی هستین که میخواین ریلکس کنین و فکر کنین به این داستان. ایس آف کاپس داره میاد سمت شما. کائنات دارن به شما عشق رو پیشنهاد آفر میدن و در نهایت اون شخصی که میبینید این شخص خیلی فکر میکرده که پیشنهاد داره، خیلی گزینه زیاد داره میتونم بگم، ولی این شخص به سرعت با اینکه این شخص دو دل بوده نمیدونسته چی کار کنه داره سمت شما میاد و این سمت شما اومدنش از طرف کائناته. میبینید اینجا کائناته که داره این شخص رو داره سمت شما میاره که شما رو خوشحال کنه. امیدوارم که از این انرژی خانی امشب ما لذت برده باشین و دوست داشتین این انرژی خانی رو
اگه دوست داشتین من خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین و به دوستانتون، فامیلتون، به خانواده، به همه معرفی کنین و با اونا شیرش کنین. خیلی خوشحالم میکنین. تا انرژی خانیه بعد که با هم خواهیم داشت براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که همه این اتفاقات زیبا به سرعت زیاد، به سرعت سریع انجام بشه و الهی آمین برای همه شما و همه چیزای زیباش برای شما مو به مو اجرا بشه. الهی آمین برای همه عزیزانی که دارن این ویدیو رو گوش میدن. تا انرژی خانی دیگه که با هم خواهیم داشت شما رو به خدا میسپارم و براتون بهترینا رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.